سلام ما اینجا با یه پارت دیگه از این خوشگله رزیدنت 9. تو پارت قبل دیدین که گریس با هلیکوپتر پرواز کرد، امیلی چوب بهش فرو شد. الان هم باید دریچه رو برای دختر باز کنیم. اون وسطا بالیان رفتیم یه اسنایپ ترتمیز زدیم و عشق کردیم. الان اینجا باید بزنیم بیرون. اون زنازاده هم اینجاست. هیچ وقت تموم نمیشه، نمیدونم چرا همیشه هست. چی شد؟ خب در داره باز میشه به همین راحتی. به خداش شکر. جان برق کافی نیست، وایده توزیع برق طبقه پایین رو بندازیم. بله برقو کی کرده تو کونش؟ اینا هم برق با کجا میکنن؟ ما برق نداریم، اینا چرا برق ندارن؟ الان باید بگردیم دنبال جاهایی که برقش وصل بشه. خب آسانسور داره. ما از اون بالا مثل کسخلا پریدیم پایین. تیر مگنوم به به یه دونه میده، ولی خب دلقک مثل لیان. صدای این کسکش داره میاد. صدای این کس بودو این کسکشی بر بود. الان مکرد مره. این چرا تموم نمیشه؟ خدای من این چرا تموم نمیشه؟ همش هست. چوب انداخت، در انداخت، چی انداخت؟ اینو بگیریم بچرخ. چرا انقدر صفر داشت؟ بچرخونه الان میگه مکنه ما رو. بودو گریس بودو دم در داره میاد. چیزی نمونده. ای دهنتو گاییدم، سرشونمو خورد. تیر به قبرت. یکم دیگه مونده بود. یک مگنوم نثارت بکنم سیکتیر کنی. آی ریدم. مردی؟ نمردی. چی شد؟ نمرد. خب نمرد، همونجوری مونده. دهنتو گاییدم. فیوز بیا نور بخور. اینا برای اینه، فهمیدم. اینا رو روشن کنیم نباید بیاد تزریق کننده دارویی. بسوز خونت بسوزه. در همین حین که تو میسوزی ما یه راهی پیدا کنیم و بریم اون اهرام دوشاخ کله رو بچرخونیم. چقدر هم این پایین تاریکه. ریدم دهنت که اینقدر ول نکنی تو. آقا من نمیخوام با تو بازی کنم. من نه هم قد تو هم نه هم سن تو هم. داداش بی خیال ما شو. دختری چی هر کسی ولمون کن. بازم مگنوم داد. به 5 تا تیر مگنوم دارم. انگار 5 تا آر پی جی دارم. یه دونه دیگه نثارت کنم کسکش. این نمیمیره گریس. بابا چه پوفیوز دلقه یکیه. برو اون بر دیگه، راه رو گرفته نمیره. تو تیر مگنوم خوردی و بمیری. بودو اون اهرام دلقه کی رو بکش. اینو روشن کنیم که اگه اومد بسوزه. گریس بودو تو میتونی. خبری فعلا ازش نیست. بچرخون اینو که دیگه تمومه. بودو. نون نخوردی مگه؟ البته نون نخوردی، فقط گو خوردی تو این بازی تو. ای به نازمت. خب اولین اینشو راه انداختیم. اولین واحد های توزیع برق رو دوباره راه بنداز که یک راه انداختیم. بله همونطور که این داشمون گفت. بله 2 تا مونده. چقدر کم 2 تا مونده. چی بهتر از این؟ الان باید بریم این بر محوطه انبار اون سمتا. چقدر روشنا شد، چقدر خوشم میاد. چرا تخ نمی‌کنی بیای؟ بیا دیگه. و بریم شون لامپ قرمزه تا بعدیش هم راه بندازیم. اینم درشو. خبری از اون دوست عزیزمون نیست فعلا. خب این اهرامی در کار نیست. خب یه اهرام میخوایم بکنیم تو این.
این اطراف یه اهرام نیستش بابا. دارم بگم مگنومو بکن توش. کیرم نداره بگم کیر تو بکن توش بچرخون. همین مگنومو بکن توش به جای اهرام. این چیه؟ چقدر راحت. اهرام میلنگ رو پیدا کردیم راحت. برو بکنش توش بدو. تو نیومده شعار رو شکست رو باید ولم بکن. نه نگاه نه دهنه تو رو گاییدن. حالا میرفتیم پایین بگاه میرفتیم که دلقک یک مگنوم گندت بزنن واقعا. با نایف میخوام بزنمت. برو اونور میخوام اونو بکنم توش. بودو اهرام کو یه اهرام ما داشتیم کو یه اهرامه کو. ها اینا اینجاست. کور شدم. بیا یک مگنوم تو کونت و اونو بکن دیگه. اونو بزن دیگه. به کونت پاره. سوختن حال میده نه؟ کجا در رفتی؟ رفت بالا نمورد باز رفت بالا. یکی دیگه مونده. محوطه انبارم هست. چیز دیگه نبود تو این اتاق. تاریک بود ما چی ندیدیم. فقط در حد همون اهرام برداشتیم. خب هیچ چی دیگه نیستش. بریم سراغ بعدی. چیز میزی هم نداریم که فعلا بخوایم استفاده کنیم. از این بچه رو نمیره پایین گریس. شیشه‌شو رو شکوندون اومد تو. این نمیره. فقط یکی. برو. تهنشینی یعنی چی تهنشینی؟ یعنی انگلیسیش چی بوده که شده تهنشینی؟ برام سواله. خب یکی دیگهش کجاست؟ این ور دست چپ. همینو بریم دست چپ. خب ای بر پدرت لعنت تو روحت. پدر دلاری مادر قرمساق آروم بگیر. عمه سالم خال خراب. یه کوکتل هم داریم. چه جالب کوکتل داریم. کوکتل میقلی یا کوتلت میقلی. 3 تا مگنوم یه کوکتل و 43 تا تیر. به به تصفیه شیمیایی. ما الان بعد بریم اون بخش تهنشینی. همیشه در مسیریابی کسدست و کسگیجه گیر بودم. اون برق قرمزه نیست یا نه؟ اون پشته بابا این دلغک همش صداش میاد. این برم که راه نیست. این روشن کنیم نیاد فقط. محض احتیاط. تصفیه شیمیایی. بریم محوطه انبار. تهنشینی محوطه انبار. این ور آخرم باید گوگیجم میگیره. میگی نه نگاه صداش هم که داره میاد. اینا خودشم که اینجاست. پاک مرغی انتر تو کونه منه. اون واحد تو کونه منه واقعا. اینم که بیخیالم همونجا وایستاده. تلاشی دیگه رفتی برو دیگه نه. اینو که درستش کردیم. سلام. خب یکی دیگه اشکو کسخله اومد تو سوخت. احمق عقب مونده ذهنی. وای خدا. حالا اگه پیدا شدیم محوطه انبار. من شاشیدم تو این مپتون که اینقدر تخمیه. خب برو دیگه علی ببین برو دیگه. رفتش. اینو بعد برم از اون ور برم. بله سوسکی همینو بریم. برو کاری به ما نداره. پا مرغی داره میره خودش. حالا از این ور سوسکی منو نبینی یا همینو برو گریس بودو هم که این کسکیش میاد پس ندونیم. از این بغل بریم. از همین بغل بریم. آره داریم میرسیم. به نازم داره میاد. برو دیگه جون بکن گریس با اون کوکتل تو دستت.
اینا رو کی اینجا چینده؟ همونو گاییدم. دلقک مسیر ما رو طولانی کرد. اینو روشنا کنیم. بله خب دیگه فکر نمی کنم چیزی مونده باشه دیگه. دهنت گاییده است دختر خانوم. تمام و تمام. برق رو راه انداختیم. حالا باز شو. وای باز باید بریم اونو بزنیم تا باز شه. وای 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 دلم. وای دلم اونم داره میسوزه. لای لای لای. بودو عجله کن. هر گوی میخوری بخور. بودو و بریم شاه آسانسور بریم بالا. بودو گریس بودو. آسانسور همین بغل بوده نه اینجاست. برو بالا برو بالا برو بالا برو بالا تا اونو بزنیم. امیلی بدبخت داره جون میده به خاطر که دلقک. این بالا تاریکه. الان میاد این بالا این دلقک. وای این ولد زنا الان میاد این بالا. وای 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 کونمونمون پاره است دوستان. اینا اومد. در باز شو باز شو باز شو باز شو. شلیک بکنیم. چشم شلیک. زوب شد. جیزقاله نشد. زوب شد از داغی. دیگه بلند نشیاد. دیگه بلند نشو. چون دهن من تو گایدی. چششو نگاه کن آویزون شد. هیچ چیش نموند. دوستان خمیر مایه این دوست عزیز رو داریم به قیمت گزاف تو پاچتون میکنیم. خواستین بیاین. خب حالا بریم پیش امیلی. چیزی هم دراپ نکردیم پوفیوز. حالا چجوری آها همین برای بعد بریم. درست بریم پیش امیلی. بریم پیش امیلی. بابا من چقدر کسته هستم. امیلی وقت تموم شد. امیلی پاشو. امیلی تکون نمیخوره. وای امیلی تکون نمیخوره. نکن این کارو نکن با دلم. نه امیلی نه. امیلی پاشو. امیلی خواهش میکنم پاشو ازت. امیلی پاشو. امیلی گریس بهت ممه میده. لب که چیزی نیست. تو فقط پاشو. امیلی امیلی بلند نمیشه دوستان. بچه امیلی دیگه بلند نمیشه. من امیلی میخوام که امیلی رو بلند کنه. خدا دیگه امیلی خواهش میکنم جون مادرت پاشو امیلی. امیلی بلند نمیشه دیگه. تموم شد امیلی. پاشد. سبحان الله بنازم امیلی. عاشقت هم امیلی پاشو. هولی شیت. چه بلایی داره سرش میاد. اوه داره تبدیل میشه به یه چیزی امیلی. وای چی هم تبدیل شد این بچه معصوم. کپکام خدا لعنتت کنه. چرا با احساسات ما بازی میکنی؟ بیا نزنش گناه داره اون بچه.
وای بعد امیلی شلیک کنی، این بده. شرمندت هم امیلی، متاسفم امیلی، واقعا متاسفم، ولی چاره دیگه ای ندارم. وای امیلی، امیلی رو کشتم. نه نباید اینجوری میشد، نباید اینجوری میشد. I wanted to save her. You don't understand. No, I never would have escaped without her. This is all my fault. Again. Look, I get it. Trust me, I get it. But we're still alive. We have to keep going. گریس کار احمقانه نکنی ها. گریس Grace. گریس نه، گریس نکن این کارو. گریس نکن این کارو دیگه. آشغال. لیان هم داره از این ور جون میده، امیلی از اون ور. Oh shit. کپکام مادرتو گاییدم. نکن با دل ما بازی. حالا کجا میری؟ به ما هم بگو. داری کجا میری گریس؟ میخوای بری بگاه؟ بیا ایران. ولی هدف چی داری؟ کجا میری؟ این لاشگوش که اینجاست. Grace. I'd like you to come with me. Come with you. Well, you feel lost, but you're not. نری باهاشونا گریس، باهاشون نری یا. You're exactly where you need to be. I've been waiting for you, این Grace. زینوه فکر کنم. بله Who are you? Raccoon City. You're the reason for its destruction, but you're also the key to building a brave new world. You're the final piece. Let us show you your true purpose. وای گریس این چه کار کسشریه کردی. وای گریس، گریس 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 کیرم دهنت. گریس 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 گریس. بله میخوام این پیشرفت رو ذخیره کنم. بله چه کار کس و شعری بود گریس کرد با اونا رفت. گریس گریس گریس. خب اینجا کجاست؟ این خانومی کیه؟ چه خانوم زیبایی هم هستن. به به خدا زیاد کنه. دستکشیرم در آورد و او اینم علائم ویروس که لیان داره رو داره. Hey, checking in. Good timing. اوه این همون دوست عزیزمونه که از پشت هوامونو داشت. Not yet. Nothing on the servers of the CIA or the Pentagon. با بنازم. We need a higher clearance. I requested one, and I was told to shut down the investigation. What? Why? They didn't say. Orders from on high. Look, we don't need you taking a hit for this. I'll just go it alone. We're in this together. Till the end. I've always been good at working in the shadows. Welcome to راکون سیتی. ما دوباره برگشتیم مثل که تو راکون سیتی. Never. بله
قراره دوباره برگردیم به راکون سیتی و دوباره اشغال با لیان. I'm gonna find Grace. She definitely has something to do with Opus. 100%. واو واو واقعا کپکام تو خیلی مریضی، خیلی مریضی کپکام. دوستان همین پارتو همینجا تمامش میکنیم و تا پارت های بعد بدرود.